سلام علیکم مستر ولف هستم و خیلی خوش اومدید به 56مین ویدیو کانال یوتیوب من. تو این ویدیو قراره برنامه ایرانی بهتون معرفی کنم که شما فقط با ثبت کردن شماره کارتتون داخلش و با خریدای روزانه‌تون، مثلا پرداخت اسنپ، سفارش غذا و کلی کارهای دیگه، میتونید کلی درآمد داشته باشید. خیلی عجیبه میدونم، ولی کاملا واقعیه و کاملا معتبره. زیر نظر برنامه 724 و یعنی چیزی نیست که بگم آره چرت و پرت یا فیکه. نه، تست کردم خودم، درآمدش خیلی باحاله و خیلی راحته. شما با خریدای روزانه‌تون مثلا اسنپ پرداخت میکنید، بهتون پاداش میده دیگه. غذا سفارش بدید، حالا هر چی میرید فروشگاه خرید میکنید، کارت که میکشید یه مقدار پاداش میده. کلا توضیحاتش رو داخل خود برنامه بهتون میگم. درآمد خیلی خوبی هم میتونه بهتون بده. پس تا آخرین ویدیو خفن همراه من باشید. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و دوستاتون معرفی کنید. زنگ حتما فعال کنید که محض اینکه ویدیو جدید منتشر کردم به دستتون برسه. خیلی دوستتون دارم. بریم سراغ ناموزش با این برنامه خفن. Let's go. نیاز داریم برنامه بامانه که میتونید از بازار دانلود بکنید و من کامل بهتون نشون میدم از اول که چجوریه این برنامه. بعد از اینکه برنامه رو دانلود کردید وارد برنامه میشید، بدون فیلتر شکن وارد بشید که راحت برنامه باز بشه واسهتون. وارد برنامه که شدید، تو این صفحه شماره‌تون رو وارد میکنید. بعد اینکه شماره‌تون رو وارد کردید ثبت میکنید تا یه کدی واسهتون ارسال بشه و اینجا وارد میکنید و وارد برنامه میشید. کد رو وارد کردید و وارد برنامه شدید، به این صفحه میرسید. این صفحه اصلی برنامه است که توضیحاتی نوشته میشه با ثبت حداقل یک کارت بانکی، لذت خرید و پاداش رو از کسب و کارهای آنلاین و حضوری تجربه کنید. مثلا تپسی دیگه، افق کوروش، اسنپ، ایرانسل، دیجیکالا، اسنپ اکسپرس، همراه اول، رایتل. یعنی شما بسته اینترنتی بخرید، شارژ بخرید دیگه، از دیجیکالا چیزی سفارش بدید، از اسنپ سفارش بدید، از فروشگاه افق کوروش خرید کنید، همه اینا به شما پاداش میده. اینجا یه شماره کارتی که به اسم خودتونه، یعنی مطابق با همین شماره‌ای که ثبت کردید هست، وارد میکنید. خب بعد از اینکه شماره کارتتون رو وارد کردید، تو این قسمت صفحه اصلی برنامه ماست که مثلا نوشته اینجا فروشگاه زنجیره افق کوروش. افق کوروشه که میرید داخلش، میگه مثلا با این فلان کارتتون که خرید انجام بدید 1.1% منکس به شما پاداش میده. و دیگه برنامه‌های دیگه، مثلا پوشاک‌های دیگه فست فود اینجا برید 4% بهتون میده، عینک برید بخرید 15% تخفیف بهتون میده، مو پلاس برید 40% بهتون منکس میده و کلی چیزای دیگه داره. حالا یا دیگه خریدای آنلاینش هم همینجوری، همراه اول شارژ بخرید 2%، ایرانسل 2%، رایتل 2%، تپسی 7.5%. یعنی همه اینا شما مثلا خرید انجام بدید به شما منکس میده. منکس چیه؟ حالا اینجا خرج منکس رو که بزنید، به تعداد منکسی که شما دارید میتونید کلی کار انجام بدید. میتونید باش کد اعتبار بخرید، اعتبار تپسی بگیرید، اعتبار دیجیکالا بگیرید، یا اگه نخواستید دریافت وجه نقد بزنید. هر 2500 منکسی میشه 25000 تومان، 5000 تاش 50000 تومان و 10000 تاش هم 100000 تومان. خیلی راحت به شماره کارتتون وارد میکنن. نخواستید دیگه شانس قرعه کشی میتونید بگیرید. قرعه کشی های جالب داره، آیفون 13 داره، PS5 داره دیگه. میتونید باش قبض و شارژ و بسته بگیرید. میتونید باش، نخواستید اونا رو بگیرید، اینجا پاور بانک بگیرید، هدست بگیرید. همه اینا رو فقط با منکس میتونید انجام بدید. خیلی راحت و آسوده، نه پولی اضافی خرج میکنید نه هیچ. فقط با خرجای روزانه‌تون میتونید پاداش بگیرید و پاداشاتون رو تبدیل به درآمد بکنید یا تبدیل به کلی چیزای باحال بکنید. یه توضیح خاصی نداره، فقط شما باید یه دونه شماره کارت ثبت کنید که مثلا هر خریدی که انجام میدید به ازای همون خریدا پاداش بگیرید. به همین راحتی دیگه کسب درآمد دیگه باحال‌تر از این من ندیده بودم تا حالا که بخوام بهتون معرفی کنم. اگه سوالی چیزی دیگه داشتید حتما داخل کامنت ها ازم بپرسید، همه رو پاسخ میدم. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و دوستاتون معرفی کنید. زنگ بزنم حتما فعال کنید که به محض اینکه ویدیو جدید منتشر کردم به دستتون برسه. خیلی دوستاتون دارم و تا ویدیو بعدی فعلا پیس.